با خبرهای توزیع تاجیکستان و جهان شما را از رادیو آزادی آگاه میکنیم. شعله گلخواجه هستم. سلام. نخست میبینیم که در 15 دقیقه دیگر کدام موضوعات در برنامه امروز 10 دکامبر پیشنهاد میگردد. اعتراض در برلین. مخالفین توجیک در نزد سفارت توجیکستان در آلمان رهایی محبوسان سیاسی و ختم شکنجه زندانیان را طلب دارند. اقدام من غالب آمد. در انتخابات ارمنستان نیکول پاشینیان دست بالا شد. خود پاشینیان گفت این پیروزی مردمی ارمنستان است. ما الکی به یک هدف کلیدی خود دست یافتیم. این هم انتخابات واقعا آزاد، شفاف و انتخابات دموکراتی است. زن توجیک اصرار می‌ورزد که به خاطر داشتن حجاب او و اهل خانواده‌اش را می‌خواهند از روسیه اخراج کنند. من هیچ عیبی ندارم. اگر من مطمئن می بودم که حجت‌های من تقلبی اند، برای گرفتن اسناد مراجعه نمی کردم. گروهی از مخالفان توجیک چند ساعت پیش با طلب آزادی زندانی‌های سیاسی و ختم شکنجه محبوسان در مقابل سفارت توجیکستان در برلین گرد هم آمدند. در میان اعتراضگران اعضای حزبی در توجیکستان ممنوع نهضت اسلامی نیز هستند. آنها در دست شعار و آویزه‌ها با سیمای اعضای زندانی شده این حزب در کوچه مقابل سفارت توجیکستان در برلین ایستادند. این گروه طلب دارد که درخواست کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد عاید به مؤسس حزب توجیکستان نو زید سعیدов، معاون رهبر حزب نهضت اسلامی توجیکستان محمد علی حید و وکیل دفاع بزرگمهر یاروف را به اجرا گذاشته این سه زندانی سیاسی را فوراً آزاد کنند. در اظهارات این گروه آزادی همه زندانیان سیاسی در تاجیکستان طلب شده است. همچنان مخالفین تقاضا دارند که فهرست کشته شده های آشوب ماه گذشته در زندان خوجند آشکار گردد. تعدادی از مخالفان هفته گذشته درباره تشکیل گردی همایی در برلین خبر دادند. در پاسخ برخی از گروه های جانبدار حکومت تاجیکستان گفتند که آنها در نزد سفارت آلمان در دوشنبه گردی همایی تشکیل کرده ضد حضور مخالفان در اروپا اعتراض میکنند. اما همکاران ما که تا همین لحظه در نزد سفارت آلمان هستند میگویند یگان گردی همایی نشده است. سفارت‌های بریتانیا، آلمان، فرانسه، آمریکا و نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان از پیوسته مسدود شدن سامانه‌های خبری از جمله رادیو آزادی، آزیا پلوس و شبکه‌های اجتماعی اظهار نگرانی کردند. آنها روز 10 دکامبر با نشر اظهارات رسمی از حکومت تاجیکستان خواستند که آزادی مطبوعات را در اساس عهده‌داری‌های بین‌المللی‌اش تامین نماید. در اظهارات آمده است ما باور داریم که پیشرفت دراز مدت، امنیت و ثبات در تاجیکستان مسئولیت پوره حکومت را جهت حفظ آزادی سخن، وسایط اخبار عموم و حقوق روزنامه‌نگاران برای بی سانسور و یا بی جزا کار کردن را طلب می‌نماید. وبسایت رادیو آزادی از روز 30 نوامبر به این طرف طریق همه شرکت‌های مخابراتی دستنورس است. کاربران میگویند برای خواندن خبرها اساساً از فیلتر شکن استفاده می‌کنند. تاجیکستان قرار کرد من بعد از مال و محصولات کشورهایی که با این دولت سازشنامه سودای آزاد دارد باج گمرکی نستاند. اکثر کشورهایی که تاجیکستان با آنها سازشنامه سودای آزاد را امضا کرده است ممالک پسا شوروی هستند. همکارم عبدالله شوروف با آموزش این موضوع مشغول بود و من به او رو میارم. عبدالله سلام. خوب، بعد نشر این گزارش در آخر هفته گذشته بسیاری از مخاطبان از ما میپرسند که آیا این یک قدم تاجیکستان به سوی اتحادیه اقتصادی اوراسیا است؟ سلام شهلا، نه اینطور نیست. نخست اینکه تاجیکستان باج گمرکی را برای برخی کشورها در دایره طلبات سازمان جهانی سودا پایان برد، نه اتحادیه اقتصادی اوراسیا. اما واقعا هم در میان کشورهایی که مالشان از پرداخت باج گمرکی آزاد شد حداقل 4 کشوری پسا شوروی هستند. از این خاطر برخی از خوانندگان گمان کردند که این اقدام تاجیکستان راه است به سوی اقتصادی اوراسیا. به همین منوال تاجیکستان واردات مال و محصولات را از 4 کشور پسا شوروی روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان از پرداخت باج گمرکی آزاد کرد. اما محصولات این کشورها از NDS و یا از انداز از ارزش علاوه شده آزاد نیستند و هنگام وارد شدن مال آنها به مرز کشور NDS ستانیده می شود. شهری شریپова بروکری گمرکی و کارمند شرکت بروکری استم 2015 که خود برای صاحبکاران در اجرای رسمیت گمرکی کمک می‌رساند و از همه جزئیات واردات مال به کشور آگاه است، میگوید با آزاد شدن مال این کشورها از پرداخت باج گمرکی تا 5% ارزانتر شدن برخی از مال‌هایی که از این کشورها به تاجیکستان می‌دراید
احتمال دارد. خب عبدالله، از این کشورها اساساً چی محصولات به تاجیکستان وارد می شود که ارزانتر شدن آنها را می شود منتظر بود؟ مثلا شهلا اکثریت ارد و گندم و گاز مایع تاجیکستان از قزاقستان است. شکر از بلاروس و محصولات نفتی از روسیه وارد می شود. همه این محصولات حیاتاً مهمند. اقتصاددان ها میگویند ظاهراً تاجیکستان با نظر داشت اونه که این کشورها مال و محصولات خوراکواری و نیاز اولیه تاجیکستان را وارد میکنند، مال آنها را از پرداخت باج گمرکی آزاد کرد. تشکر عبدالله برای صحبت. جای یادآوری است که روسیه سال 2014 زمان تأسیس اتحادیه اقتصادی اوراسیا تاجیکستان را برای تشویق شدن به این سازمان آن تشویق میکند. این اتحاد که نخست سه کشور روسیه، بلاروس و قزاقستان را در بر میگرفت، سال 2015 با پیوستن ارمنستان و قرغیزستان قلمروش وسیع‌تر شد. تاجیکستان تا به حال با تشویق‌های روسیه برای پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا میگوید که این مسئله مورد آموزش قرار دارد. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. داستانی حربی ولایت مختار کوهستانی بدخشان به تحقیق مرگ افسر 21 ساله شروع کرده است. لیتنانت نیروهای مرزبانی مناسب اولینبیکوف از تیر سرباز نوروزوف هلاک شد. حادثه پس از ظهر 7 دکبر در دیدبانگاه نزدیکی شهر خاروغ رخ داده است. یک منبع در نهادهای انتظامی تاجیکستان گفت سرباز نوروزوف بعد هلاکت مناسب اولینبیکوف قصد داشت به آن سوی مرز فرار کند، ولی دستگیر گردید. این سرباز 18 ساله بهار امسال به ارتش دعوت شده بود. گروه کاری دقیق خواهد کرد که حادثه تصادفی رخ داده است یا اینکه قصداً صورت گرفته است. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. ائتلاف زیر رهبری اجرا کننده مقام سروزیر ارمنستان نیکول پاشینیان در انتخابات پیش از مهلت این کشور دست بالا شد. ائتلاف مذکور با دست آوردن رأی از همه بیشتر تمام گروه‌های رقیب را شکست داد. صبح روز دوشنبه پاشینیان در صحبت با خبرنگاران گفت انتخابات واضح و شفاف بوده. شهروندان کشور برای اکثریت انقلابی آواز دادند. خیرامان بقازاده موضوع را ادامه می‌دهد. بر اساس نتیجه های رسمی و نهایی ائتلاف اقدام من بر رهبری پاشینیان در انتخابات بیش از 70% آوازها را به دست آورد. کمیسیون مرکزی انتخابات ها روز 10 دکبر گفت که بر اساس نتیجه های نهایی آوازدهی که روز 9 دکبر برگزار شد، ائتلاف اقدام من با کسب 70.4% آوازها برنده انتخابات اعلان می شود. ما الکی به یک هدف کلیدی خود دست یافتیم. این هم انتخابات واقعا آزاد، شفاف و انتخابات دموکراتی است. ولی بزرگترین مقصد ما در آینده این تقویت ساختاری دموکراتی در ارمنستان است. حالا پاشینیان با کسب اکثر کل رأی طرفداران برنامه مبارزه با فساد و اصلاحات در اقتصاد را پیش میبرد. انتخابات 9 ماه بعد آن برگزار شد که صدها هزار ساکن ارمنستان به خیابان‌ها ریخته به تغییر صلح‌آمیز حکومت و اصلاحات دموکراتی در کشور دعوت کردند. سابق حزب حاکم جمهوری خواه در انتخابات اخیر 4.7% رأی‌ها را به دست آورد و از حق وارد شدن به پارلمان عبارت از 101 کرسی محروم شد. برای عضویت در مجلس بردن 5% رأی‌ها ضرور می باشد. رقیب نزدیکترین ائتلاف اقدام من حزب شکوفایی ارمنستان 8.3% رأی مردم را صاحب شده است. بعد این حزب با 6.4% رأی‌ها حزب متفق پاشینیان ارمنستانی روشن قرار گرفت و حزب سابقه‌دار دشنکسوتون تنها 3.9% آوازها را صاحب شده است. کمیسیون انتخاباتی گفت که بر اساس نتیجه های مقدماتی در انتخابات 48.6% یعنی 12% کمتر نظر به انتخابات اپریل سال 2017 اشتراک کردند. انتخاباتی که در آن 2.6 میلیون شهروند قابل رأی حق شرکت کردن را داشت از جانب ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا نظارت شد. ما درباره محیط بسیار خاصه انتخاباتی آگاه هستیم، ولی ما باید کاملا بی‌طرف و مستقل باشیم. ما نمیتوانیم نسبت کدام جانب محبت نشان دهیم. ما در اینجا به خاطر آن آمدیم که موافقت انتخابات را با معیارهای بین المللی و هم قانونهای انتخاباتی ارمنستان نظارت کنیم. شرح و ارزیابی‌های سیاسی را بگذار دیگران کنیم. پاشینیان که میگوید در اندیشه ایجاد یک حکومت آزاد از فساد است و در فکر پیشرفت اقتصادی کشور می باشد، گفته است ایجاد روابط نزدیک با روسیه و هم ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا از هدفهای او در مقام رهبری آینده کشور می شود.
برنامه ادامه میدیم. یک ویلایت تاجیک را میخواهند از ولایت مسکو روسیه اخراج کنند. نجیبه کلونووا مادر 4 فرزند میگوید در نزدیک 2 ساله در این کشور زیسته است و 2 سال پیش اجازه موقتی استقامت را به دست آورد. اما حالا مقامات مربوطه او را به آن ابدار میکنند که سندهایش ساخته است و باید روسیه را ترک نماید. مشکلات این خانواده از کجا آغاز شد در گزارشی نوبتی میبینیم. نجیبه چند سال باز در ولایت توله روسیه زندگی می کند. چند پیش اثنای تلاش دریافت حجت مربوط به جای اقامت، نجیبه حجاب پوش مورد توجه کارمند خدمات فدرالی امنیت یا FSB قرار گرفت. او از من پرسید کی به سوریه می رود؟ من در جواب گفتم اگر من حجاب می پوشم معنا آن را ندارد که من می دانم که کی به سوریه می رود و کی نه. من با او گفتم شما حق ندارید به من چنین سوال ها بدهید. بعد از این صحبت به طور اسرارآمیز ثبت موقتی جای زیست و یا خود RVP نجیبه از مخزن اطلاعات غیب زده است. نجیبه میگوید از این پیش بارها کارمندان پلیس سندهای او را تفتیش نموده و یگان قانون ویران کنی را آشکار نکرده بودند. من هیچ عیبی ندارم. اگر من مطمئن می بودم که حجت‌های من تقلبی اند برای گرفتن اسناد مراجعه نمی کردم. در همه جا حجت‌های مرا می سنجیدند. یگان مشکل نداشت. من سندهایم را در طوله گرفته بودم. اما در خدمات فدرالی امنیت روسیه مطمئن هستند که اسناد نجیبه ساخته بوده و RVP او قلبکی است. نجیبه میگوید از ناچاری به شعبه خدمات امنیتی فدرالی مراجعت کرد. پسری کلانیش که 16 ساله است تا به حال شناسنامه ندارد و با این سبب میتوانند او را از آموزشگاه خارج کنند. او در بخش مهندسی و با بهای اعلی تحصیل میکند. حتی استیپندیا میگیرد. اکنون با قرار دادگاه او را همراه مادر و 2 خواهر و برادرش میتوانند از کشور اخراج کنند. خالد میگوید تصور نمی کند که چگونه با ندانستن زبان در تاجیکستان تحصیل خواهد کرد. من زبان را خوب نمیفهمم. با زبان تاجیکی حرف زدن نمیتوانم. در تاجیکستان برای من همه چیز نو خواهد بود. البته نوگونی خوب است، اما من در اینجا عادت کردم. سندهای نجیبه حالا در دست پلیس است. او برای کمک به حامیان حقوق مرکزی مموریال مراجعت کرد. حامیان حقوق تلاش دارند که قرار دادگاه را درباره اخراج بیکار کنند. من به دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد نقض کنونسیا شکایت میبرم. در این قضیه کنونسیا 8 حقوق به حیات اویلوی، همچنین کنونسیا در مورد حقوق کودک ویران شده است. کودکان این زن در روسیه تولد شدند. آنها از حدود این کشور یگان بار بیرون نرفتند. نجیبه همه دارایی‌هایش را در تاجیکستان فروخته و در ولایت مسکو منزل خریده است. اکنون او جای برای رفتن ندارد. 16 سال زندگی خوشبختانه در روسیه می تواند بنابر تنگ نظری افراد علاهیده در یک آن واحد به پایان برسد. حالا تمامی خانواده در حالت نامعینی قرار دارد و چنین وضعیت به حالت روانی مادر و فرزندان به تاثیر نیست. و برف و باد شدید نزدیک به 400,000 ساکن ایالت‌های جنوب و شرقی آمریکا و از جمله ایالت‌های کارولینای جنوبی و شمالی، جورجیا، آلاباما، تنسی و ویرجینیا را از استفاده نیروی برق محروم کرد. هوای نامساعد باعث تأخیر و لغو صدها پرواز هواپیما شد. در عرفه تجلیل عید میلاد مسیح و سال نو میلادی، مقامات آمریکا به مردم این کشور مشوره دادند که از سفر خودداری نموده عیدها را در خانه جشن بگیرند. تنها در فرودگاه شارلوت دوگلاس بیش از 1000 پرواز لغو گردید. بر پایه اطلاع خدمات هواسنجی آمریکا در منطقه‌های گوناگون این کشور تا 30 سانتی متر برف باریده است. و اقربه که ساعت پایان آمدن فرصت برنامه امروز را نشان می‌دهد. سپاس به همه آنهایی که این 15 دقیقه با ما بودند. فردا صبح بر وقت آخرین خبرها در نوید بامدادی پیشنهادی شما می‌شود. فراموش نکنید. همچنین وبسایت رادیو آزادی و آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب در خدمتتان است. تا ملاقات بعدی، خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشید.